الحمدلله این روحیه شما و تلاشی که کردید و زحماتی که همواره کشیدید و در این عملیات هم محسوس بود توانسته تأثیرات خودش رو بگذاره. قبل از آنی که من بیام به این منطقه در تهران شنیده بودم، اینجا هم که آمدم مکرر از زبان برادران رزمنده‌ای که مشغول جنگیدن هستند مکرر شنیدم که از تلاش شما و فداکاری شما از زمین تا آسمان قامت جولان من است، از دل این خاک تا افلاک میدان من است. نقش زد روح خدا، روحی خدایی در تنم، می هراسد دشمن از من چون به میدان میزنم، می هراسد دشمن از من چون به میدان میزنم. من هوا نیروزیم، قلب خطر جای من است، رهبرم سید علی امروز مولای من است. من هوا نیروزیم، سیمرغ خاک میهنم، قوت قلب سواران یار امر از منم، قوت قلب سواران یار امر از منم. بر فرمانم و دل را به یزدان داده ام، در دل هر حادثه چون برق و باد آماده ام. قهرمان غیرتم کوهیست محکم شانه ام، تا که هستم با شکست و خستگی بیگانه ام، تا که هستم با شکست و خستگی بیگانه ام. من هوا نیروزیم، قلب خطر جای من است، رهبرم سید علی امروز مولای من است. من هوا نیروزیم، سیمرغ خاک میهنم، قوت قلب سواران یار امر از منم، قوت قلب سواران یار امر از منم. تلویزیون تشریف آوردن به امروز دیدن که منطقه رو ما روی سرشون خراب کردیم و تمام موازه‌شون رو به آتش کشوندیم ظرف 2 روز گذشته و امروز بیش از 40 تانک. این شوخی نیست. رازها در سینه دارم از شهیدان وطن، حافظ جان و تن این مردمم با جان و تن. شور پیکار مرا از خاک کردستان بپرس، از 2 کوه فکه، از مرصاد، از بستان بپرس. وال گردم وال در آفاق ایمان میزند، قلب من با عشق خاک پاک ایران میزند. من هوا نیروزیم، قلب خطر جای من است، رهبرم سید علی امروز مولای من است. من هوا نیروزیم، سیمرغ خاک میهنم، قوت قلب سواران یار امر از منم، قوت قلب سواران یار امر از منم.